افتادن غزال نایت در کنسرت جدیدش که اصلا باورتان نمی شود. رسوایی شرم‌آور غزال نایت در بزرگترین کنسرتش در ونکوور کانادا. غزال در اصل تابعیت کدام کشور را دارد، در کجا زندگی می کند و دلیل رقابت‌های هنری وی با آریانا سعید چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. غزال نایت، هنرمند بی‌بدیل، نامی آشنا در هنر موسیقی افغانستان، یکی از محبوب ترین هنرمندان در سطح هنرمندان جوان و تازه کار کشور بوده است. غزال در اصل از ولایت زیبای لغمان بزرگ شده کابل و تحصیلات عالی را در رشته ژورنالیسم در کابل به اتمام رسانید. وی در یکی از بانک‌های خصوصی در کابل کار میکرد. بعد از فروپاشی این بانک، غزال نایت با خانواده‌اش افغانستان را به مقصد کانادا ترک کرد. غزال در کشور کانادا زندگی میکند و در آنجا هم به کارهای هنری خود را مانند قبل ادامه داده است. وی کنسرت‌های مختلف در سرتاسر جهان برای دوستداران و علاقه‌مندانش برگزار می‌کند. غزال نایت همیشه در رقابت هنری با آریانا سعید بوده است. 2 روز قبل غزال نایت در بزرگترین شهر کانادا کنسرتی را با تمنا تابش و عمر شریف برگزار. غزال نایت در این کنسرت با پوشیدن لباس‌های دراز و بوت‌های پاشانه بلند در جریان رقص در یکی از آهنگ‌های پشتوش بر روی استیج می‌افتد. وی توسط آدینس این کنسرت مورد تمسخر و رسوایی قرار می‌گیرد، ولی غزال نایت دوباره به سرودن آهنگ‌هایش ادامه داده است و بیخیال از آن که در روی استیج افتاده بود. غزال همیشه آرزو دارد کنسرت‌هایش به سطح کنسرت‌های آریانا سعید برگزار شود، ولی هیچ زمان نتانسته سطح هنری خود را برابر با آریانا سعید بسازد. ولی هر کس خودش میداند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.